دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو گرفتار بیت کوین رو بررسی میکنیم تا ببینیم روند حرکتی قیمت در اسکیل خودش به کدوم سمت قرار آغاز یا ادامه دار باشه. اولین فضای سفارشات تقاضایی که توانسته از قیمت رو به سمت بالا هولد کنه و های رو ثبت بکند این سفارشی که هولدش اینجا انجام شد. اولین هولد قیمت در این سفارشات در این سطح انجام شد. بعد از اینکه هولد انجام شد و قیمت هایی رو ثبت کرد، سفارش اصلی من اینجا ساخته شد. سفارشی که با چند دلار در این پاسکاری کندل توانست هولد خودش رو انجام بده. این سفارش رو به نام RHDX1 نامگذاری میکنیم. اولین سفارش بزرگ سفارش اصلی من. خود این سفارش اصلی رو هم به نام RHDX نامگذاری میکنیم. در مورد این سفارشات که چه سفارشی بسته است و چه سفارشی فضا هست ویدیو تکمیلی رو داخل یوتیوب گذاشتم، میتونید برید تماشا کنید. برای بار اول هولد قیمت اینجا انجام شد. هولدی که از فضای درسته، فضای اصلی من نتوانست از هولد بشه. هولد اول برای تایید بسته سفارشات اصلی من هست. خود این لو هم یک سیگنال برای من هست که شکسته خواهد شد. این لو در ادامه روند به راحتی شکسته خواهد شد. هولد دوم من باید توسط باقی مانده سفارشات اصلی من که به نام RHDX نامگذاری شده انجام بشه. اگه دقت کنید هولد دوم هم اینجا انجام شده. برای هولد سوم، زمانی که هولد سوم انجام میشه، آیا هولد سوم توسط این بسته میتواند انجام شود؟ بله. به چه شرطی؟ به شرطی که قیمت نکسوس بسازد، چون وظیفه این بسته در زدن این های کاملا مشخصه. این بسته برای بار دوم سفارشات اصلی من توانست این های رو ثبت کنه و دیگه توانایی ثبت های جدید رو روی قیمت نداره و هر هایی فیک است. سوال پیش میاد، خب این حرکت رو ما میتوانیم چیکار کنیم؟ بله، قیمت برای هر حرکتش نیازمند ساختن بسته نکسوسه. حالا خود اینجا رو اگه دقت کنید، این برخورد اول سفارشات اصلی منه و در کل می شود برخورد دوم سفارشات اصلی من که از درون باقی مانده سفارشات خودش حرکت کرد. برای بار سوم زمانی که قیمت میرسه اینجا، ما اینجا یک فضای تقاضا داریم. برای شکل‌گیری یک نکسوس ما نیاز داریم به یک فضای تقاضا، یک فضای تقاضایی دیگه در اسکیل پایین‌تر. فضای تقاضایی من شکسته شد. بعد از شکست فضای تقاضایی من، قیمت به بسته تقاضای من رسید. بسته تقاضا رو به نام RHD نامگذاری می‌کنیم. پرداخت بدهی به RHD انجام شد. هولد قیمت رو شما هم انجام داد. فضای اسکیل پایین شکست. پرداخت بدهی به اسکیل پایین‌تر انجام شد و بسته نکسوس من ساخته شد. این می شود بسته نکسوس من. خود این بسته اگر شکسته شود، پی ای حرکت صعودی در این اسکیل صادر میشه. من تایم فریم رو تغییر بدم. تایم فریم 15 دقیقه رو سیو کردم. نکسوس، ببینید نکسوس من شکسته شد. در نگاه اسکیلی بزرگتر، اگر برای بار دوم در دل این سفارشات قیمت های ثبت کنه، های فیک خواهد بود. ولی سوال پیش میاد، این حرکت رو من میتوانم شکار کنم؟ بله، اگر بسته نکسوس ساخته شود. شما در اسکیل بزرگتر متوجه میشین های فیکه، ولی در اسکیل پایینتر شما با ساخته شدن بسته نکسوس میتوانید این حرکت قیمت رو شریک شوید و ترید کنید. بسته نکسوس من شکسته شد. بسته نکسوس اینجا شکسته شد. من کجا میتوانم ورود کنم؟ در پرداخت بدهی. شما برای پرداخت بدهی میتونید تایم فریم رو تغییر بدید تا به پرداخت بدهی برسید. ببینید پرداخت بدهی این نکسوس اینجا میشه. شما توی این بدهکاری execution debt میتوانستید خریدتون رو انجام بدید. قیمت میاد تاچ میکنه و های جدید ثبت میکنه در اسکیل خودش. در اسکیل بزرگتر این های فیک هست. خب در ادامه روند تمامی این سفارشات این بسته کاملا مصرف شده و با توجه به اینکه قیمت چپ چارتی نداره و کریپتوها میتوانن به راحتی هایرهای و های فیک ثبت کنن، بهترین حالت ممکن برای یک فروشنده منتظر موندن تا شکست این فضاست. این فضا میشکند، بدون شک شکسته خواهد شد، ولی با توجه به پرریسک بودن کریپتو حوصله کنید تا این فضا بشکند و 100% شما بتوانید قیمت رو در بهترین متد و بهترین پی ای شکار بکنید. حالا اگر این سطح شکسته شود، تارگت حرکتی قیمت کجاست؟ من این سطوح رو تماما بررسی کردم و به تارگت حرکتی این محدوده رسیدم. ببینید یک فضای تقاضای دیگه RHDX. در دل این فضای تقاضا اینجا سفارشاتی وجود ندارد و اولین سفارش اصلی قیمت اینجاست. ببینید سفارش اصلی من کار خودش رو انجام داده، هولدش رو انجام داده.
سفارش بعدی من اینجا میشه که قیمت برخورد نداشته. ببینید سفارش بعدی من رو در بار دوم اسکیل بندی قیمت نتوانسته استاش کند. پس RHDX1 RHDX اصلی من اینجاست. این رو به نام RHDX1 انتخاب کنیم. فضای تقاضا اینجا شکسته شود. من میگم اینجا شکسته شده است، ولی با تجربه کریپتو بودن و پرریسک بودن منتظر بمونید تا این فضا بشکند. اگر این فضا بشکند تارگت حرکتی قیمت این محدوده است دوستان، محدوده 38000 تا 49000 دلار در کریپتو بیت کوین و بهترین فرصت برای خرید بلند مدت در کریپتو بیت کوین اینجاست. حالا خیلی از دوستان سوال میپرسن آیا قیمت به اینجا میرسه؟ بدون شک شما اگر درک درستی از اسکیل به حرکت قیمت داشته باشید متوجه خواهید شد که قیمت 100% باید تابع نقش خودش باشه، نه تابع سطحش. حالا اینجا منتظر میمونیم. اگر این سطح شکسته شد در ریتریس به سمت بالا فضای عرضه درست قیمت رو شناسایی میکنید و فروش اصلی خودتون رو انجام میدید. این در اسکیل بزرگ قیمت. حالا در اسکیل پایین تمامی این حرکت رو میشه شناسایی کرد و فهمید. چند هفته پیش کانال تلگرام هم در مورد اسکیل پایین تر توی محدوده صحبت کردم و نکسوس اصلاحی رو روی قیمت گرفتیم. نکسوس اصلاحی که تارگت اصلی رو دوباره به این سمت هدایت میکنه و در اسکیل بزرگتر هم دقیقاً به همین شکل قیمت به تارگت اصلی خودش حرکت خواهد کرد. در ویدیوهای آینده سعی می‌کنم شاخصه مرتبط با کریپتو رو بررسی بکنم تا بتونیم نگاه کلی نسبت به مارکت کریپتو رو داشته باشیم برای سرمایه‌گذاری. حالا با توجه به حرکت اتریوم و بررسی خیلی کوتاه توتال دو، من فکر می‌کنم دامیننس بیت کوین رو نگاهی کردم. فکر می‌کنم آلت سیزن در راهه، ولی باز نیاز داره بقیه شاخص‌ها هم به درستی بررسی بشه.